خب از دیوان حافظ فعال ببین اینجا خودش کتابی فعال حافظ است که ببینیم آمدن شما چه خاصیت دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صبا وقت سحر بوی ز زلف یار می آورد. بهترین دل شوریده ما را به نو در کار می آورد. بیت خوب است. این است. اینجا همه کتاب های نشرهای گوناگون دیوان حافظ است که در خارج در ایران و در تاجیکستان و جاهای دیگر نشر شده. اینها همه دیوان حافظ است. هم کتابخانه و هم یک نوع چه گوییم صورتخانه هم هست. صورتخانه هم هست که گاه وقتی که کتاب می جوییم، وقتی که در یگان چیز فکر میکنیم یک نظری می اندازیم. اینجا یک رسمی پدری بزرگوارمون هست. این کس سالهای سال در ساختارهای گوناگون دولتی خدمت کردند و رئیس کلخاز بودند. در باره‌شان کتاب نوشتگی، کتاب به نام مرد نکونام مرد که ابو نصر. یادم میاد که ما فرزند نخستینشون بودم. من خیلی نازدانه بودم. در قشلاق ما زمستان ها گاهی یادم میاد که زمستان سخت می آمد. در همین کوچه قشلاق برف مثل آب جاری می شد. یادم است من به نظرم بسیار میخواستم که مکتب روم. گردنشان گرفته تا مکتب می رساندن. اینجا صورت مادرم هست. مادر بسیار عزیز و مهربان ما. این در باغ پدریه هستند. این که از برادرشان و یک تقای بسیار مهربان ما بودند، تقای محبت. از سال 2012 از مرکز تحقیقاتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مرا دعوت کردند. وقتی که اکبر ترسون دیرکتور انستیتوت زبان و ادبیات شد دعوت کرد بیا گفت همراه کار کنیم. از همون وقت حالا من در انستیتوت زبان مدیر شعبه هستم، مدیر شعبه تاریخ ادبیات. یک مجلس بود در کاخ وحدت. در کاخ وحدت یک مجلس بود. جناب عالی پرزیدنتمون سخنرانی تمام کردن و بعدمون کاخ وحدت چی دارد؟ یک راهروی میانه دارد. از اونجا پر آمدن و چشمشون به من هستی موبایل نشتیم. دونه بگی گفتن چیکار میکنیم؟ بدبختی گفت همین که هم پهلو هم به کسی بود سقیج به من داد. دهنم سقیج گپ زدن نمیتونه. هر چه گپ نمیزنیم. و گفت تو از من جوانی پگه کار میبرایی. بعد سهراب شریف رحمتی دعوت کردن. سهراب کجا هستی؟ دونه بی پگه کار میرد. همون گدی بعد 6 سال دیگر در مرکز تحقیقات استراتژی من کار کردم. اینجا کتاب های نادر و ارزشمند خیلی بسیار هستند، خیلی زیاد هستند. من از اینجا 3 کتابی که از همه برای من مهم باشه، شاید برای من البته، در یکی از مصاحبه هایم یک وقت پرسیدگی بودن شاعری دوست داشته شما کدام است؟ من حافظ رو گفته بودم. دیوان حافظ یک تاش مثلا. یکی دیگرش شاهنامه فردوسی است. بعضا درون ماشین و در راهرو
بعضی هم میپرسند با هم صحبت میشه که شما چند بدر آمده اید؟ به من همیشه باید میگم شما چی تصور دارید که من چند ساله هستم؟ وقتی که میگوین 15 سال 20 سال جوانتر میگوین بعد من میخندم میگم نه من نه یکم 80 من حاضر 80 نه شکر خدا چشم نرسد یک بار در عمر سرم در بیمارستان بودم همونم زرپرمین از راه عقبه میرفتیم دندانم در میکرد عینی در آمدیم و کال گرفتیم از همونجا گذاشته است پیش از افغانستان روی بعد در عمر سرم یک بار در بیمارستان بودم همون زرپرمی آدم احساسی کودکی وقتی که پدر و مادر نگاه میکنی حتما آوان جوانی کودکی به یاد میبیاد همون زمان ها همون لحظه ها به خاطر آدم میرسد لیکن وقتی که صورت اینها رو میگید بسیار افسوس میخورید که امروز همراه شما نیستند نظری آدم دیگران میشوند و درباره زندگی درباره عمر انسان و فکر میکند که آدم در این دنیا دائمی نیست همیشه نیست آمدند اونها رفتند ما هم یک روزی میرویم این معنی زندگی آدم به اندیشه کردن وادار میکنه درباره آنکه کارهای زیادی نقشه های زیادی داریم اونها عمل کرده میتوانستیم یا نه میتوانسته باشند یا نه بعد من درباره آن فکر میکنم که مادرم 86 ساله رفتن پدرم 87 ساله اگر این قدر زیاد عمر ما باشد اگر 5 سال 6 سال 7 سال دیگر است وقت بسیار کم کارهایی که باید انجام دادنی بودیم زیاد هستند